گلجو میگه پیر شدی، این غما دنیا و این دپا مفت تو مر پیر کرد. آخه میشه شاخ شمشادی بود. تا بازار میرفتم جاده یک طرفه میشد. من حال به خدا اگه کسی نقر شلغم از ما بپرسه، این نقر کتا تا هم خود که عدل من دیوانه کرد. آخ زیارت جا که بم دشت اعلانه وای، آخ رباط پی بکوی زنده جانه وای، آخ اگه یک شب کازرگاه بخوابی وای، که کازرگاه بهشت جا بدانه وای، از کی بگویم آخ به کی بگویم، دل جگر مرتت رسندی به کی بگویم. وای 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 خودم مقبولی میگیدی؟ البته بشنیدید. خودانتون خیلی مقبوله. به من میخوندی؟ به خدا یاد به جوانی آمد. چی جوانی بود، چی زمانی بود. ان حالی که سل میکنم این شرایط به جوانا حالر میبینم، خود میبینم به خیمیت غرق بشم. تو که به خدا پاچایی جوانا حالی چی دیدم؟ گلجو آجو دوری که ما و تو داشتیم پچه‌ای بود گلجو. نمزد دریا ما به چی مقبولی بود. اصلا هوا نبود که فلانی بره فلانی چی آورده بره من ناوردم، به فلانی چی آوردم به من ناوردم. حالی سکو خدا نکنه یک کلممون میکنی مگری بری 7 تکه خورش تیر کنی. او وقیت نبود، هر چیزی به فصل میخورده. بامیه به فصلی بود، بانجون به فصلی بود، بانجونی به فصلی بود. حداقل اگه چی هم نبود خشک میکردی. حالی دیگه مگر تازه به تازه بستونی نستونی بس خلاص. یعنی چیکار کنی؟ نارجو تو گفتی بیاد جوانی افتاده. چی دورانی بود. وقتی که میامیدی به نمزاد بیسی دستمالا گاشب دلو پر میکدی میامیدی. یا تو نزد ایدگاه زلف عروس میامیدی. ای جوانی دو چیز دیگه نگفتی جان من. چی نگفتم؟ تخم مرغا رنگ کرده که بیاوردم. باز به اید که میامدم گوسفند دیشته دستمال سبز خدا بیامرزه مادرک بسته بکن. این گوسفند با چشما از زیرم سیاه میکردم، گل باز بسته میکردم. ای چی وقتا هیچ تاثیرا میامدم تو سرسر میکردی مثل کگوری رفتار میکردی. هیچ وقت همون رفتار تا حیات من نمیره من تا حالی بخیده مثل بید مجون برید پیچ میشی. حالی بخی فیصله چی؟ بیدی وزانه تاته که حالا دیگه نارجو جا از موتو گذشته که خب بگی که به فکر از این بچه باشین. ای گلجو از این قدیم گفتم جوال اول ارزن کو با فکر زن کو. باز این شرایط فیلی تو خیلی بچه خب بشیشتی که میبخونی کی برون بخوشونی. و اگه یک دم گو بیگونه مثلا باز ما خیلی بیگونه میتونیم خیشی کنیم. از این قدیم میگم کل خوب بدی به کل خورم بدی به کل خوب. حالی جوانا حالی میتونیه این شاید معلوم نیه که از کجا خوش کرده باشه. آیا گذاری ما خیلی مردم بیگونه میشه یا نه بچه خود بخوای خیلی و گبزی. خب نارجو جا من میتونم که همین دختر من دستمان خوش کردم. خیلی دختر خوب جانانیه. آخ گلجو تو گنسی نمیفهمم چی رقمی. چرا؟ اون مردم خیلی شالا نمیخورن باز اون بچه قریب مار میستونم. آدم باید کسی بستونی که همسر و همقدر دادم. اما چی میگم قدیمی ها میگفتم. خب میگه لغمه به اندازه دم. پا خور اندازه گلیم خود راست کن. خب حالش اون مرتکه یک عالم از ما و شما تفاوت داره هستن. مخی شما که درد نمیخورم نمایی مهمیه. پس این که از دختر که رمزون خستونه از همه جا دختر رمزون اون مرتکه قلبر بنده مخدی از گذاره میشه. چرا؟ آخ چرا نداره. اون مردم نمیشنسی به خدا به چه به جاری بیاری و به پری به در میکنه. پس این که هسته که هم دختر نقره گله مستون خورخونده ممسته. خیلی دختر انسان خوبی هم هست. اگه اینجا تو بگی اون مستونم ما بگم اون نست و همین بچه ما هم به خیر خوشی بیزن میمونه. یک فکر اساسی باید بکنه. خب
من نمیفهم به خودم. حالا تو که می دختر نقره گله بری بگی به من بدیم به چیمه؟ آیا اونو چند پیشکش خواه گرفتم؟ یو که بخاطر که خورده بسته شاید خیلی پیشکش نستونه. یک کمکی بس بدون حساب کنه دیگه. اگه بسونه 4-5 لک بیشتر نمیستونه دیگه. 4-5 لک آخر رقم رو تو سل میکنه. خب بابا 4-5 لک خب تو خلاص نمیشه. حامل خواسته باشه مجلس بگیریم برد آورد بشه 10 لک روپیه میشه. هم بیخی اونا رو به یک کنار بگذار. ما چقدر خبری داریم؟ او چقدر خبری داره؟ ما که 1000 خودی داریم دیگه. چنده؟ 1000 خودی. 1000 خورده مثل که خیرات عمومی داریم با. خب دیگه همینایی که ما رفتیم عروسی های نخودیم مجلس های نرفتیم همین همه که بگره بگو با همسایه خو دوست آشنا خو. من به تک کیسه خو سل میکنم به همسایه خو سل نمیکنم یا به دستمایه خو سل میکنم. خب اون وقت ما اتونیه که تو به یک چک شوروا عروسی که 10 ساعت بخونه تو شد من یک به چی دارم 1000 ارمون مرد دارم ارمون های دل خو بگم پر کنم اما 1700 نفر بگم خبری داشته باشم. یک دقیقه گپا مفتی میزنی. همون شوروا بود. از شوروا هم تو بالاتر نمیارزیدی. ایته نبود که تو دختر خان و خانزاده بشی. این ارمانو به دل تو میگذارم که تو 1700 نفر به سر بریزونی. برو بابا متر به دختر بزنو به شوروای نمیارزیدی. اصلا تا اضافه با تو چی؟ با خدا و ارمانو به دل تو بگذارم. این عروسی بری به چه خوب بگیرم 7 شبون درست باج خونه میارم ساز دور میارم همین من لبس بزنم به برخصم دل تو میترونم خود به من چی میکنم. بله این که به چی تو قصدار میشه در به در میشه بیلگه پا فکر نمیکنی. من سازدول میارم 7 شبون درست مردم نون میدم. نمیشه قصدار به چه من پول مفت ندارم که به شکم مردم کنم. 100 گپ یک گپ همه قدر به تو بگم همون تک عروسی گک برابره همون تک 40-50 نفره باشه بزو میگیرم در غیر از اون عروسی بی عروسی زن بی زن همین که پار به تو بگفتم می بفهم می نفهم. خب اما می ختم قرآن بگیری. ختم قرآن چیه؟ خب من عروسیه عروسی ببینم 50 نفر بیشتر می چیکار کنی؟ نه من با 1700 نفر که گفتم خبر بکنم عروسی به چی خود آسان که یک به چی دارم 1000 ارمون مراد دارم 1000 ارمون مراد دارم سرسیا خود سفت کنو گانه بچه کدومان کنم تو بیشیشی برای من کلاخ کفتر میگیری چی کلاخ کفتر گرفتم؟ چی کلاخ کفتر گرفتم؟ هرچی عدن تو بدر میشه میگی ببه هرچی عدن تو بدر میشه میگی تو خم بدا وقت گپ زد و شلولو آخو بشار کردی اینا کسی پیار تو نمیره اینا کسی میبره من از کجا دارم؟ از کجا دارم که غذا مصرف کنم؟ تو هر دفعه که ما خودت رو جنجال بکن تو اسم پیار نمیبینی تو پیار بوده به چی کردنی؟ تو سعی بکن اول بوده درسته بودو که تا زمانی که زنده بشی بیارد تو باشه جارو بیارو گلجو جانمه به خدایی برای جاری مجبورم یک رقمی از خود دفاع کنم آسا خوبر دارم به جنبورم هم طرف باخ همینی چند دقیقه تمرین کنم حداقل دفاع شخصی پس یاد گیرم این به دو وقت دست به زن داره. من مجبورم یک رقمی بشه از خود دفاع شخصیت گیرم. این گلجو خود بخی به هم تو بتیار کرده به سرمه هر دم میزنه من جاری مست میکنم من صدا خود کشیده نمیتونم. خب یک رقم تمرین کنم که بتونم دفاع کنم از خود گلجو همیشه حمله میکنه فکر میکنه بروسلی به تا تلویزیون ده بابا من با خیلی جگی چین تمرین میکردم. هی منی رفتی از تنم یادت بخیر تا تو بودی نزد خوبان اعتباری داشتم با خودم هم جوونی هم یک چیزی نبودم خوب شد به خدا کسی نبود اگه که پاک ابروم میره بهم جوونی هم یک چیزی نبود گلجو یه لبله گپ نمیزنه مجبورم برای دفاع از خود تمرین کنم.
همون قدیمی ها میگفتم عکه رفت رفتار مار بکنه، رفتار خود خورم باید داد. آخه نوروز جرمک کجا شد؟ خوب پیدا کنه، خبر نداره که یک عمره من فیلمای کاراته دیدم. مرسو بیدارم آره بلدم. دیگرم با بخوری نمیروز. این داسته که ای برو بامار، تو خود یکی جانی دیار کیدی. ما عمر خود فیلم ها برکسی دیدم. ای یار بی وفا، تو بوکس کو من میکنم دفاع. حمله یاری بی وفا به تو نشان میدم. وی مادر. ناجوان کمی آیسته تر بزنه پای تمرین. یکی جانی داری، یکی جان درست میکنه. گلجو، وای گلجو گلجو. نوروزو بخی که لباس تا غذا میشه. الهی شکر همیتی خواه میدیدم، همیتی یک سره خده تو جنگ میکردم. وی خدا نکنه مبارزه زدن. خدا نکنه با تو هیچ وقت جنگ نمیکنه. ما تو لیلی و مجنون. اگه خدای نخواسته یک مومای از سر تو کم شه که من نباشم. خدا من هم قربان سر تو کنیم گلجو.